به نام خدا. با عرض سلام خدمت عزیزان علاقمند به گوهرتراشی و کلا هنر. عزیزانم، این یک قطعه سنگ جاسپر هست، سنگ بسیار زیبا و رنگ و نقشش بسیار زیباست. الان کار میکنیم به این شکل هست و قرار بود شد که یک اسم یک عزیزی رو روش حکاکی کنم. اول که اسم رو با ماژیکی چون با آب کار میکنیم، با آب پاک نشه، از اون ماژیکا حروف رو می نویسیم. بعد شروع میکنیم به کنده‌کاری و حک با اون این مینی فرزمونه، اون شیلنگشه، کابلشه، این مته هایی است که برای همون حکاکی، برای گود کردن اون جای مورد نظرمون استفاده میشه. نوکاش مختلفه، متفاوته. حتی این سنگ های من رو هم میبینید عزیزان. البته اینا همه رنگ ها و نقش های بسیار زیبایی دارن، ولی الان ماتن چون که پرداخت نشده. این هم چند تا نمونه دیگه هست. اینم دارم کنده کاری میکنم روش و پشتش اینها هست. و اون حروفی که اون اسمی که داشتیم حک میکردیم، وقتی که به اون عمق دلخواهمون رسیدیم، یعنی وقتی که حک کردیم، روی سنگ حک کردیم، ببینیم عمقش چطور هست. یعنی وقتی که کار تموم بشه، پولیش بشه، همه چیزا آماده بشه، از دور که بذاریم یه جایی، دور منظورم خیلی نیست، از یک سطح نزدیکی اون نمود داشته باشه، دیده بشه. البته ما سلیقه هم هست، میتونن حتی داخل اونو، بعضیا دیدم که داخل اون عمق و گودی ها رو رنگ میکنن، رنگ متفاوت با کل سنگ که دیده بشه و دو تا متضاد کنار هم زیبا باشه. یا اینا از اون مته ها و هست و دستمون که این کار رو انجام میدیم. الان در مرحله تمیزکاری عمق کنده‌کاری همون هستیم. الان این نوک‌ها رو می‌بینید، هر کدوم از این نوک‌های این مته ها سرفرزا متفاوته و هر کدوم برای یک کار، برای عمق، برای دیواره ها، برای پرداخت کردن ها استفاده میشه.